صبح 23 اکتبر سال 2023 هواپیمای شرکت روسی یوت ایر که از مسکو به دوشنبه پرواز داشت به سبب بد شدن احوال یک مسافرش به طور اضطراری در فرودگاه کروموچ شهر سمار روسیه فرود آمده است. در این باره تلگرام کانال او اینسیدنت که حادثه های فوق‌العاده در جریان پروازها را پیگیری میکند خبر داد. 23 اکتبر سال 2023 ساعت 09:36 دقیقه به وقت مسکو در منطقه مسئولیت مرکز دیسپچری سماره درباره مسافر بیمار اطلاع گرفته شد و قرار این شد که هواپیما بیرون از نقشه در فرودگاه سماره بنشیند. هواپیمای بوینگ 762 که از فرودگاه ونوکوو مسکو به دوشنبه پرواز میکرد به شرکت هواپیمایی یوت ایر تعلق دارد گفته می شود در خبر. تفصیلات دیگر داده نشده است. شرکت هواپیمای یوت ایر این حادثه را شرح نداده است. در روزهای آخر این علاقه دست کم سیومین دولت نشست اضطراری هواپیماهای مسافرکش است که از روسیه به تاجیکستان پرواز داشتند. قبلا هم کانال او اینسیدنت خبر داده بود که صبح بر وقت 15 اکتبر سال 2023 ساعت 04:20 دقیقه به وقت مسکو هواپیمای شرکت اورالسک اویالینی که از فرودگاه دمدید و پایتخت روسیه به خوجند پرواز داشت به طور اضطراری در فرودگاه ارنبورگ نشست. همین طور روز 12 اکتبر سال 2023 هواپیمای شرکت سومونیر که از شهر سورگوت روسیه به شهر خوجند تاجیکستان پرواز میکرد بعد یک ساعت به هوا خیستنش به دلیل حادثه فوق‌العاده از نیمه را به فرودگاه سورگوت برگشت. بنا به اطلاع بازم تلگرام کانال او اینسیدنت سردار اکیپاژ هواپیمای تمغه بی 737 رقم ثبتش ایو 787 با خط سیر سورگوت خوجند پرواز میکرد. روز 12 اکتبر ساعت 15:06 دقیقه به وقت مسکو هنگامی که در منطقه مسئولیت مرکز دیسپچری نوسبیسک قرار داشت به علت بیماری یک مسافرش تصمیم گرفت که به فرودگاه سورگوت برگردد. تفصیلات دیگری حادثه آورده نشده است. معلوم نیست که مسافر پرواز سورگوت خوجند گرفتار چه بیماری شده است که هواپیما از نیمه راهش برگشت. تنها گفته می شود که برابر نشستن هواپیما در فرودگاه سورگوت مسافر بیمار را علاقه ماشین یوری تاجیلی منتظر بود. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مردکار می روند. با رسیدن فصل سرما اساساً در فصل تیرماه اکثر این مهاجران از منطقه های اقلیمشان قارتون روسیه به وطن برمیگردند.